سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی وقته اینجا نبودم ولی خدا رو شکر برگشتم. یه چند وقتی که توی اینستاگرام بیشتر هستم. حالا ان سعی میکنم که از این به بعد توی یوتیوب هم باشم. یوتیوب هم فضای خیلی باحالیه که اجازه میده محتوایی با تایم طولانی تر برای آدمایی که حوصله بیشتری دارن و دنبال این هستن که موضوعاتو عمیق‌تر و دقیق‌تر دنبال بکنن، دور هم جمع بشن. ولی به قول شما دست پر اومدم. اصلا امروز در مورد تریدینگ جورنال صحبت بکنم. ژورنال و ژورنال نویسی موضوعیه که همه راجع به اهمیتش صحبت میکنن و دیگه شما هر کتابی، هر دوره آموزشی، هر ویدئویی ببینید یک گریزی به ژورنال نویسی میزنه و در موردش توضیح میده. ولی واقعیت امره که ژورنال خیلی چیز تو مخیه، چون که وقتی میخوای ژورنال نویسی بکنی اون وقتیه که احتمالاً خسته ای، حالا یا یه روز خوب داشتی و گفتی آقا دیگه حالا ما که دیگه ترکوندیم دیگه، خب، یا یه روز بد داشتی و حالشو نداری و عملا چیزیه که علیرغم اینکه همه اهمیتش رو میدونم ولی خیلی پشت گوش میندازیم و بسیار بسیار چیز مهمیه. چرا؟ چون به محض اینکه یه روز، دو روز، سه روز از اون روز معاملاتی میگذره و ترید هات رو یکم ازش فاصله میگیری، باور کن وقتی میذارن جلو خودت خیلی وقتا هیچ ایده ای نداری که چرا اون پوزیشن گرفتی. شاید یه چیز خیلی گنگی گوشه ذهنت باشه ولی نمیتونی دقیقاً با همون جزئیات و با همون شور و حرارتی که اون روزی که معامله کردی میتونستی در موردش صحبت بکنی، الانم صحبت بکنی. پس ژورنال خیلی چیز مهمیه ولی خیلی چیزیه که جدی هم بهش نگاه نشده. یعنی اونایی که توی ترید موفقیت های خیلی بالا رو به دست آوردن، ژورنال نویسی مثل یه ریچوال، مثل یه فریضه، یه دینی بوده براشون و مثلا آقا دیگه ما نمیذاریم این قضاشه شده دقیقه آخر قبل نمیدونم طلوع آفتاب بخونیم، هم میخونیم، میشینیم پاش انجامش میدیم ولی نمیذاریم که این بره فردا یا بره پس فردا و پشتمون یخ بکنه، چون دیگه اون نقشی رو که باید نداره. نقش ژورنال چیه؟ ژورنال مثل یه رد پاه که ما از خودمون تو بازار به جا میذاریم. داره این اتفاق میفته. یعنی شما وقتی مثلا هیستوری تریدت تو توی متا تریدر نگاه میکنی، خب اونجا رد پات هست ولی این رد پا جزئیات نداره. نمیدونی که چی کار کردی، چرا این کارو کردی. فقط میگه آقا مثلا شما طلا خریدی، این قیمت رفتی تو، این قیمت اومدی بیرون، اینقدر سودت به ضررت بوده و همین. ولی توی ژورنال شما به دلایل رفتاریت میپردازی، به اینکه چرا من این کارو کردم، چی دیدم، چی ندیدم، کجا ترسیدم، نترسیدم. حالا ژورنالی که بتونه این چیزها رو کامل پوشش بده. پس اگه این کار به موقع و درست انجام نشه، عملا ما یک منبع اطلاعاتی بسیار بسیار مهم رو ازش بی بهره میمونیم و اون هم خودمون هستیم و عمل کرده خودمون توی بازاره. هر چقدر بتونیم این دیتابیس رو بزرگ بکنیم و این رو بیشتر مطالعه بکنیم، بیشتر به موفقیت نزدیک میشیم، چون ما این که داریم در نهایت ترید میکنیم. پس اگه ما نفهمیم که خودمون این تو چی میگذره و چی رو داریم وارد بازار میکنیم، قاعدتا نمیتونیم بفهمیم که کجا خوبیم که روش تاکید بکنیم، تکرارش بکنیم، چیا به ما خوب جواب میده، چه جفت ارزایی، چه نمادهایی، چه تایم هایی، چه تایم فریم هایی، چه الگوهایی، و کجا بدیم، کجا میترسیم، کجا ضعف داریم، کجا چالش داریم و بعد اصلاحشون بکنیم. این پس در مورد اهمیت ژورنال. خب حالا موضوع بعد اینه که ما از چه ابزارها و روش‌هایی برای ژورنال نویسی استفاده میکنیم. ژورنال خیلی راحت میتونه به این شکل باشه که شما یه چارت رو پرینت بکنی و روش شروع کنی نوشتن که آقا من اینجا خرید زدم، اینجا فروش. حتی میتونی اینو به صورت شماتیک خودت روی کاغذ بکشی. میتونه انقدر ساده باشه، یا نه مثلا میتونه توی اکسل یا توی پلتفرمایی که اصلا برای ژورنال نویسی طراحی شدن بره جلو، یا توی بستری انجام بشه که امروز من معرفیش میکنم بهتون. هر جایی که قراره این ژورنال نویسی انجام بشه، حتی شما بگو روی تیکه دستمال کاغذی، اولین چیزی که مهمه اینه که انجام بشه. انجام شدنش بهتر از انجام نشدنشه. و دو، مهمه که ببینیم که ما چی میخوایم از اون ژورنال نویسی و آیا اون محیط، اون ابزار به ما اون چیزی که دنبالش میگردیم و میده یا نمیده. خب کاغذ خیلی خوبه، یا حالا مثلا چه میدونم اگه آیپد داشته باشین یا چیزای شبیه این، خیلی خوبه که بتونین روی چارت چیزایی رو بر خودتون بنویسید. ولی چالشش اینه که منسجم نیست و شما نمیتونید
ترید هاتون رو کنار هم ببینید یا آمارهای عددی رو کنار هم رصد بکنید، چون بالاخره هر ترید میشه یه کاغذ، یه عکس، هر چی. اکسل از این نظر خوبه، از این نظر که میتونه منسجم باشه و آمار و ارقام رو کنار هم بهتون بده، ولی مسئله که هست اینه که توی کنار هم قرار دادن دیتا هایی که جنساشون با هم فرق میکنه مشکل داره. یعنی اگه مثلا شما بخوای عددو بذاری، عکسو بذاری، توضیحو بذاری، یه چیز خیلی بیریختی میشه. یعنی یه ردیف داری، بعد این ارزش زیاده چون باید یه عکس توش باشه، بعد حالا تو بخوای 4 تا عکس بذاری دیگه نمیدونی چیکار باید بکنی، توضیحاتت به هم ریخته میشه، عددا گم میشه. و درسته که از نظر ساختاری اکسل با اون فضای تیبلی که در اختیارت قرار میده اجازه میده که منسجمتر آمار عمل کرده تو بررسی بکنی، ولی بازم اونجوری که باید به دل نمیشینه. خب اینجا میرسیم به بحث نوشن و پلتفرمی که امروز بخوایم معرفی بکنیم. اینم بگم توی پرانتز که خب یه سری از سایت ها هستن که اصلا فقط برای ژورنال نویسی طراحی شدن و پلن های پولی دارن که خیلی ابزارهای حرفه‌ای هستن، من نمیخوام اونا رو رد بکنم، ولی نوشن به عنوان یک فضایی که رایگانه، خودت میتونی دیولپش بکنی هر طوری که دوست داری و بسیار ساده و یوزر فرندلیه، به نظر من جذاب بود که معرفیش بکنم و بیشتر بررسیش بکنیم. خب نوشن چیه بچه‌ها؟ نوشن همین صفحه‌ای که دارید میبینید، نوشن یک پلتفرمیه بر پایه پیج، بر پایه صفحه. هر چیزی که شما توی نوشن میبینید یک صفحه هست که این صفحه میتونه خودش تو دل یک صفحه دیگه باشه و میتونه صفحات بی نهایتی رو تو دل خودش داشته باشه و با همین ساختار ساده، یعنی با همین المان صفحه، شما میتونی بی نهایت چیزی که توی ذهنت هست رو خلق بکنی و میتونه از ساختارهای خیلی ساده تا ساختارهای خیلی خیلی پیچیده رو تو خودش جا بده. همین چیزی که من اینجا نوشتم خب میبینید کلا تو فضای نوشنه و نوشن یه چیزی که برای خیلی از چیزا شما میتونید ازش استفاده کنید. کلا یه ابزاری برای کریتیویتی، برای پروداکتیویتی و خیلی‌ها دارن ازش استفاده میکنن. توی ژورنال و ژورنال نویسی هم میتونه کاربرد داشته باشه که حالا امروز میخوایم یک کم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. اگه بخوایم یک صفحه جدید رو ببینیم نوشته اد پیج، اگه بخوایم یک صفحه جدید توی نوشن ایجاد بکنیم، من به علاوه رو که بزنیم یک صفحه جدید باز میشه. خب هر صفحه یک اسمی داره، فرض کنیم اسمشو میذارم تست، یه اولش هم بزرگ بنویسیم که هر صفحه میتونه یه آیکونی داشته باشه، میتونه یک کامنتی داشته باشه که آقا مثلا این صفحه در مورد چیه، یه کاوری داشته باشه، بزنیم کاورش هم عوض بکنیم، مثلا بذاریم یه کاور تک رنگ. خب و این صفحه ایجاد شد. حالا در دل این صفحه میتونه بی نهایت صفحه دیگه وجود داشته باشه. خب به راحتی شما وقتی روی این بزنید و اینجا بزنید پیج، یه پیج دیگه اینجا ساخته میشه که این پیج میبینید داخل پیج تسته. خب و دوباره همین بازی میتونه اینجا تکرار بشه. جدای از این که اینجا پیج هست، میتونه اینجا مثلا متن داشته باشه و هر چیزی که فکرشو کنید. اینقدر المان مختلف میتونه تو هر صفحه تعریف بشه و اینها ته نداره. حالا توی نسخه های پولی نوشن شما قابلیت های بیشتر هم دارید، ولی چیزایی که من دارم بهتون نشون میدم چیزای فریشه که حالا بعضیش روش کلیک بکنیم میگه که تو نسخه های پولی قابل دسترسه. خب ما که نمیخوایم حالا آموزش نوشن داشته باشیم امروز، اینجا سرچ بکنید خیلی آموزشای زیادی ازش توی یوتیوب هست. میخوایم در مورد ژورنال نویسی با هم صحبت بکنیم. یه قابلیتی که توی صفحات نوشن هست اینه که ما میتونیم پیج هایی رو که در کنار هم توی یک پیج قرار میگیرن، اینها رو به شکل جدول یا به شکل های دیگری مشاهده بکنیم. خب و یعنی چی؟ یعنی که من اینجا میتونم روی تیبل ویو بزنم و حالا یک جدول در اختیار من قرار میده که این جدول به عنوان یک دیتابیس شناسایی میشه. حالا مثلا فرض کنیم من دیتابیس همو میذارم مثلا تریدز. خب اسم دیتابیس همو میذارم تریدز و حالا من میتونم اینجا یک سری ستون اضافه بکنم. میدونید که این ستون ها به عنوان پراپرتیه و هر سطر این ستون میبینید خودش میشه یک پیج جدید.
یعنی وقتی من روش کلیک میکنم دوباره یک پیج جدید باز میشه که اون پیج، فرض کنیم من الان مثلا اسم اینو میذارم، فرض کنیم میخوام الان تریدینگ ژورنالم آماده کنم دیگه، مثلا اسمشو میذارم که مثلا پیر، من چه پیری رو دارم ترید میکنم. خب اینجا مثلا میذارم یورو یو اس دی. خب این اولین ردیف من و اولین ستون از این ردیفه. حالا این خودش دوباره میتونه یه پیج جدید بشه، یه پیج جدید باز میشه به اسم یورو یو اس دی که دوباره من میتونم تو دل این 1000 تا چیز دیگه بنویسم. خب و به علاوه میتونم چه اینجا پراپرتی های جدید به این صفحه اضافه بکنم. مثلا میگم فرض کنین من یه پراپرتی اضافه میکنم به اسم مثلا خودش ساجست داده ترید دیت، من تو چه تاریخی این پوزیشن رو گرفتم. میبینید دیگه همونجا به عنوان یک پراپرتی جدید اضافه میشه به این صفحه و با کمک این ویژگی و این ماهیت ساختاری نوشن شما به راحتی میتونید دیتابیس های مختلف رو بسازید که این دیتابیس میتونه به راحتی نماینده همون تریدینگ ژورنال شما هم باشه. میتونه این ردیف ها زیاد بشه، ترید هایتون رو بیاد اینجا بذاره، میتونه اتریبیوت ها و پراپرتی های بیشتر اینجا بشه، مثلا من چه تاریخی ترید کردم، چه سشنی بوده، بردم یا باختم، چقدر سود کردم، چقدر ریسک کردم، مودم چی بوده و چیزهای از این دست. اینا آمار کلی تریده. به علاوه اون ژورنالی که مد نظره رو حالا میتونید توی این صفحه مربوط به این ترید برای خودتون داشته باشید. یعنی مثلا بنویسیم که مثلا this is a test trade based on blah blah هرچی. اینجا شروع کنید توضیح دادن و حالا دیگه اینجا کلی دستت بازه. یعنی چی؟ یعنی شما به راحتی میتونی بیاری اینجا عکس بذاری، مثلا عکس پوزیشنت، بیفورش رو، افترش رو. چطوری؟ به این طریق هم میتونی فایل عکس رو اینجا بارگذاری کنی به راحتی با درگ اند دراپ، هم حتی مثلا میتونی بری توی تریدینگ ویو و مثلا فرض کنید مثلا این پوزیشن من بوده، مثلا فرض کنید من اینجا وارد شدم، ببخشید فرض کنید که من اینجا وارد شدم و استاپم هم مثلا این پشت بوده و پوزیشنم هم مثلا هنوز بازه و من چیکار میکنم؟ میخوام اینا اسکرین شاتش رو بگیرم، میام اینجا و به جای اینکه حتی لازم نیست دانلود ایمیج رو بزنی، کپی ایمیج رو میزنی و میای توی نوشن و اینجا کنترل وی رو میزنی و عکس به راحتی اینجا قرار میگیره. ببینید به راحتی. پس حتی لازم نیست شما کوله باری از عکس ها رو توی سیستمتون ذخیره کنین بعد بخواید بیارین اینجا، خیلی راحت میان اینجا میذارید، مستقیم از خود تریدینگ ویو هم این کارو میکنید و خیلی راحت این اتفاق میفته. حالا من یه ابزاری هم بهتون معرفی کردم که حتی اگه خواستید اسکرین شات های متا تریدر رو هم توی ژورنالتون قرار بدید، از چه ابزاری میتونید استفاده بکنید، خیلی چیز ساده و شسته رفته، یا توی ویندوز. پس میبینید دیگه به راحتی میتونید حالا بیاین اینا چیز کنید و اتفاقی میفته. ببین وقتی من دارم به این ردیف نگاه میکنم دیگه خبری از اون توضیحات ترید و عکس و اینا نیست، فقط یه سری آمار کلی میبینم که مثلا حالا فرض کنید امروز ترید کردم و فرض کنید که یه دونه دیگه اینجا اضافه میکنم به اسم مثلا ترید، استاتوسشو نه مثلا یه جور دیگه تایپ هاش اینجا بهتون نشون بدم. این همه تایپ های مختلف داره، استاتوس، سلکت، مولتی سلکت، نامبر، تکست. مثلا فرض کنید من اینجا میذارم سلکت، خب اسمشو میذارم ریزالت. چرا میذارم از نوع سلکت انتخابش کردم؟ چون از نوع وقتی از نوع سلکت انتخاب میکنی شما دو تا حالت بیشتر نداره. میگی آقا یا من properties میگی که یا من مثلا بردم یا باختم، تریدی که انجام شده، یکی از این دوتا. بعد میتونی اینجا بیا از روی ریزالت اینجا انتخاب کنی که مثلا این ترید وین بوده یا لاس بوده. پس یه سری آمار کلی اینجا دارم، بعدش هم که روش کلیک میکنم و میرم تو یه سری جزئیات دیگه. حالا تازه سفره اینجا پهن میشه و میبینم او چیکار کردم و جزئیات بیشتر میبینم، جزئیاتی که شاید نخوام تو نگاه اول ببینم ولی برام مهمه که بعدم بهش مراجعه بکنم. و این ژورنال همینطوری میتونه کامل تر بشه و بره جلو. من میتونم اینجا یه پوزیشن دیگه اضافه بکنم، مثلا بگم که من
روی پوند یو اس دی گرفتم و تاریخش هم مثلا بزنم امسال دوشنبه مثلا فرض کنیم بزنیم جمعه گرفتیم و نتیجهش هم مثلا لاس بوده. حالا میگم چیزهای دیگه همینجا میتونه اضافه شه، مثلا یه نامبر اضافه بکنیم که پی ان ال هم باشه، پروفیت اند لاس. خب و مثلا فرض کنید اینجا مثلا من 800 تا سود کردم، اینجا منهای 300 تا ضررم بوده. یه سری چیزهای جالب رو هم میتونی پایین اون تیبلتون قرار بدین که در واقع آمار مربوط به اون رو گزارش بکنه. اینجوری میان توی کلکیولیت مثلا میزنی که آقا من میخوام سام این ستون رو ببینم. ببین در لحظه بهت نشون میده. ببین چقدر ساده، چقدر گرافیکی و راحت. نه نیاز به فرمول نویسی داره، نه نیاز به کد نویسی داره. آقا بدون که پی ان الت به صورت برآینده چی. حالا فرض کن که شما اینا کاملش میکنید، یه جدول کامل که حالا من یه تمپلیت هم آماده کردم که تو همین ویدیو توی دیسکریپشن ویدیو براتون قرار میدم، اینجا بهتون نشون میدم. خب فرض کنید که شما این جدول آماده میکنید و میرید جلو و حالا جالبیش چیه؟ این دیتا بیسی که الان به صورت جدول رو شما میتونید ویو های دیگه رو ازش ببینید، یعنی به شکل‌های دیگه نمایشش بدید. یعنی چی؟ این نوشته add a new view chart or form. من میگم آقا من همین چیزی که اینجا میبینید جدولی که درست کردم اینو میخوام به صورت مثلا کلندر ببینمش. میاد چی کار میکنه؟ میاد یک ویو کلندر از همین جدول یا همین دیتابیس که اینجا بودن برای من درست کنه. ببین نشون میده اینجا، میگه ببین تو 22 آگوست شما یه پوند یو اس دی ترید کردی، 25 آگوست هم یه یورو یو اس دی ترید کردی. حالا اگه تعدادش بیشتر باشه همینجا نشون میده. ویو های دیگه هم میشه ازش گرفت، یعنی مثلا من میتونم بیام یه دونه چارت ازش بگیرم. ببین تو ویو چارت اینجا الان برای این به من یه آپگرید پلن، چون من دارم از فریش استفاده میکنم و من قبلا توی یکی دیگه از فایل‌های دیگه هم از چارت استفاده کردم. چارت یک بار بیشتر امکان استفاده کردن نداره. حالا من توی از تمپلیت رو بهتون نشون میدم، ولی اونم خیلی جالبه. یعنی شما میتونید مثلا بیای آمار مربوط به پوزیشن ها تو ببینی که مثلا نمیدونم پوند یو اس دی چقدر سود کرده، فلان روز چقدر سود کردم، چقدر ضرر کردم. سنسش رو فکر کنم گرفتید که به راحتی شما میتونید از دیتابیسی که اینجا میسازید ویو های مختلف رو دریافت کنید. حالا اگر از نسخه های پولیش استفاده بکنید که میتونید بی نهایت فرم و چارت و اینام استفاده بکنید که حالا برای شخص خود من نیاز نبوده. من خیلی راحت میتونم از همین یه دونه دیگه تیبل بسازم و بیام توی اون تیبل یه سری فیلتر ها رو روی ستون ها اعمال بکنم و بتونم اونجوری تحلیل بکنم که عمل کردم به چه شکلی بوده. خب اینا همه یه چیز تست بود، یه چیز شسته رفته‌ای که بخوایم ازش استفاده بکنیم چیه؟ من گفتم یه تمپلیتی آماده کردم که اینجا گذاشتمش به اسم TJT که فایلش رو میذارم، میبینید که این به صورت یک سایت پابلیک در دسترس هر کسی اینو بزنه میتونه بهش وصل بشه و اگر اکانت نوشن داشته باشید میتونید توی سیستم خودتون کپی بکنید و ازش استفاده بکنید یا کاستومایزش بکنید. به چه شکلی؟ ستون های اصلش اینا: اینسترومنت، چه تاریخی ترید انجام شده، چه سشنی بوده، توکیو، لندن یا نیویورک، پوزیشن چی بوده، لانگ بوده یا شورت بوده، ریزالت چی بوده، وین بوده یا لاس، ریسک چقدر بوده، پی ان ال چقدر بوده. اگه ستاپتون اسم خاصی داره میزنید. مودتون در زمان انجام دادن این ترید چی بوده که حالا مثلا مودای کلی رو گذاشتم، بازم میتونید به این اضافه بکنید. یه اوورویوی اگه خواستید خیلی کوتاه از ترید داشته باشید اینجا میذارید و سلف اسکور. من چه نمره‌ای به خودم میدم برآیندی توی این تریدی که انجام دادم، این همینجا نمره بدید به خودتون. قسمت قشنگش داخل این صفحه ها. توی این صفحه ها هم یک تریدینگ ژورنال فرمت که خودش یک پیج طراحی کردم که توی اونجا شما به راحتی میتونید بیاید و فقط اینا رو پر بکنید. یعنی به محض اینکه صفحه پوزیشن جدیدتون رو باز کردید این تریدینگ ژورنال فرمت رو براش انتخاب بکنید. چون من الان اگه یه صفحه جدید اینجا بزنم این صفحه خالیه. مثلا اینجا اگه بزنم مثلا فرض کنید گولد AU، این صفحه وقتی بازش میکنم خالیه. اینجا میبینی خالیه. میگه آقا چی میخوای استفاده کنی؟ میگم از تریدینگ ژورنال فرمت که این هم طراحی شده. قشنگ همه چی برات میذاره. میگه آقا متا تریدر تو ترید هیستوریشو
بذار اینجا عکسشو، آنالیز تو اینجا بذار، دلایل ورود و تحلیل تو خروج و اینا رو اینجا بذار، عکساتو اینجا بذار، اگه نکته فنی خاصی هست اینجا بنویس، اگه نکته روانشناسی خاصی هم اینجا بنویس تا بتونی با یک فرمت یکسان تمام تریداتو ژورنال کنی. و میگم اینا به صورت عمومی در دسترستون قرار دادم که تو همین ویدیو توی دیسکریپشنش میذارم لینکش که بتونید ازش استفاده بکنید. و به راحتی یک ابزار ساده و شسته رفته در اختیار ما هست، قشنگ کوچولو هم اینجا اومد که بتونیم ژورنال نویسی رو انجام بدیم. یه مثالش هم اینجا براتون پر میکنم. مثلا ترید امروز بوده، سشن مثلا فرض کنید لندن، پوزیشن لانگ بوده، ریزالت لاس بوده فرض کنید، ریسکمون 1% بوده، پی ان ال مثلا بوده منهای 1000، ستاپ هرچی مثلا چه میدونم پنجه اژدها ستاپ خیلی معروف هم از من میپرسن اسم من همینجوری میگه. مودم مثلا خب باختم، مثلا فکر کنی انگری بودم، اوورویو و سلف اسکورم مثلا فرض کنید من به خودم مثلا میگم آقا 30 تا 60. حالا ممکنه به بازی و کالم باشی یا یعنی لازم نیست که همیشه هم به بازی عصبانی باشی، تو به ستاپ عمل کردی استاپ خوردی و این همینجوری بزرگ و بزرگتر میشه. میتونیم برای هفته های مختلف، برای ماه های مختلف، و این هم ویو کلندرشه و این ویو آنالیزشه که میتونید ازش استفاده بکنید. بسیار ساده و راحته. چند تا نکته هست که من این نکته داره اینجا نوشتم بهتون بگم تو این صفحه. چند تا نکته هست و اون نکات چیه؟ یک، از VPN استفاده کنید. به نظر میرسه که نه از سمت داخل این فیلتر شده باشه، از سمت بیرون یه جورایی فیلتره و اگه IP ایران رو شناسایی بکنن احتمال این وجود داره که اکانتتون بلاک بشه. دو، نوشن به صورت دیفالت تا این لحظه که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم فارسی رو ساپورت نمیکنه، به این منظور که از راست به چپ رو تشخیص بده و این به هم پیوستگی حروف رو همه چی رو چپ به راست میزن. برای همین اگه مثلا روی گوشی، اینم بگم، رو گوشی هست، رو سیستم هست، کامپیوتر، نسخه وب هست، همه چی رو میتونه استفاده کنه. اگر روی کروم ازش استفاده میکنید یک افزونه، یه اکستنشنی توی گوگل کروم هست که شما میتونید بیاین توی کروم وب استور و بزنید اینجا نوشن فارسی. این افزونه رو اگه نصب بکنید که میبینید من نصب کردم، مسئله حل میشه. یه بار که کرومو ببندید و باز بکنید دیگه فارسی رو درست تشخیص میده. و نکته مهمی که گفتم بهتون در مورد عکس گرفتن از متا تریدر، شما میتونید اسکرین شات بگیرید از ویندوز، ولی یه ابزار خیلی کاربردی و باحال هست به اسم اسنیپیست که اونم میتونید اگه از ویندوز استفاده میکنید بیاین توی مایکروسافت استور و سرچ بکنید اسنیپیست. من قبلا سرچ کرده بودم اسنیپیست یه در واقع نمیدونم چی بگم، نرم افزار طوریه که وقتی نصبش میکنین خیلی راحت هم میاد این پایین میشینه اینجا و بسیار دست شما رو برای اسکرین شات گرفتن باز میذاره. یعنی مثلا فرض کنید من از این صفحه یا از هر صفحه دیگه میخوام اسکرین شات بگیرم، حالا من تعریف کردم که با F1 این اتفاق بیفته. ببینید من وقتی F1 رو میزنم میره برای اسکرین شات گرفتن و من انتخابش میکنم، بعد میتونم هر چی میخوام روش بنویسم. حالا نمیدونم چیزایی که دارم الان نشون میدم روی صفحه میفته اینا چون اسکرین شات گرفتم. میتونم فلش بزنم، میتونم توضیحات بنویسم و دستم خیلی بازه و میتونم هم سیوش نکنم، همونجا کپیش بکنم و یه راست بیام توی نوشن کپیش بکنم، پیستش بکنم. اینم پس از این نکته مهم. اینا رو پاک کنم چون اینا بعدم میخواد دست شما برسه. اینا چیزی توش نمی‌نویسم، یعنی اینا خودم هم بعداً بخوام ازش استفاده بکنم توی در واقع ژورنال های خودم یه کپی ازش گرفتم و اونجا استفاده میکنم. این ویدیوهای امروز بود. یه نکته خیلی مهم رو بگم بهتون بچه‌ها و اون چیه؟ اون اینه که
ما دیر یا زود به این نقطه میرسیم که باید ژورنال نویسی بکنیم، چون اگه نفهمیم داریم چی کار میکنیم نمیتونیم بفهمیم کجا داریم اشتباه میکنیم، کجا خوبیم و اصلاحش بکنیم. و تا اینو نفهمیم توی دور باطلی دور خودمون میچرخیم توی هر کاری. اگر قراره ما اصلا چیزی رو تغییر بدیم، تو چیزی بهتر بشیم، باید اندازه گیریش کنیم. اگه قراره توی ترید موفق بشیم باید اندازه گیری بکنیم که داریم چی کار میکنیم. ژورنال نویسی همون کاره. مثل اون که مثلا شما میخوای یه رژیم بگیری ولی حاضر نمیشی بری رو ترازو. باید بری رو ترازو وایس ببینی وزن چقدره. اگه زیاده بفهمی، اگه زیاد نیست بفهمی. باید لخشی جلو آینه سایزاتو اندازه بزنی. من دور بازوم چقدره، دور شکمم چقدره. ژورنال نویسی مثل همینه. و ما این کار رو یک بار که انجام نمیدیم. مثلا میگیم ما هفته یه بار وایسا و سایزهای بدنتو اندازه بزن، هر روز وزنت رو اندازه گیری کن. ژورنال نویسی هم همینه. باید این کار انجام بشه. اگه این کار انجام نشه ما نمیفهمیم داریم کدوم وری میریم. شاید یه روزی بگیم ای بابا خراب کردیم، یا یه روزی بگیم ایول خیلی خوب بود، ولی نمیتونیم مسیر رو برای خودمون ترسیم بکنیم. و یه قابلیت خیلی جالبی که داره نوشن اینه که شما میتونی اینجا بیای و شیر بکنی این صفحه رو، این ژورنال رو با یک نفر دیگه. فکر کنم تا 5 نفر میشه رایگان شیر کرد. پس یه نفر 2 نفر اوکیه. اگر مربی دارید، استادی دارید، معلمی دارید، اینو با شیر بکنید. کاری که حالا پس از بچه‌ها که ما در ارتباط هم میکنن. اگر نه یه دوستی رفیقی که بالاخره تو این مسیر همو میشناسید، مایندستتون با هم نزدیکه، حرف همو میفهمید، حتما این ژورنال ها رو با هم شیر بکنید. شیر کردن توی این مسیر خیلی مهمه، چون مثلا مثال باشگاه رو بخوام بزنم، مثلا حریف تمرینیه، انگار که مثلا تو باشگاه 2 تا دوست با هم میرن، وقتی این داره حرکت میزنه اون نگاه میکنه که هم ببینه آیا داره درست میزنه یا نه، هم کمکش کنه اگه یه جایی لازمه، و بعدش هم جاشون عوض میشه. این لازم نیست یکی بالاتر از اون یکی باشه. حتی شما 2 نفرم که دارن با هم میرن یه جایی نیاز دارن که یکی دیگه نگاهشون بکنه، بهشون فیدبک بده، یا حتی وقتی ما احساس میکنیم که یک نفر داره نگاهمون میکنه مسئولانه تر، یعنی با ریسپانسیبیلیتی بالاتر اون کار رو انجام میدیم. یعنی آقا دیگه مثلا دیگه من پوزیشن رو دارم میزنم، مثلا قراره علی ببینه، قراره زهرا ببینه، خب پس یک خورده حواسمو بیشتر جمع میکنم. به علاوه میتونیم مدام به هم فیدبک بدیم. از این قابلیت هم استفاده کنید و اینو با هم شیر بکنید. و امیدوارم که چه از این نوشن چه از هر ابزار دیگه استفاده میکنی این کار رو انجام بدین، ژورنال نویسی رو. یعنی که از یه مربی ورزش سوال کردن که بهترین ورزش کدوم ورزشه، گفتم ورزش که شما انجامش بدی. بهترین روش ژورنال نویسی همون روشی که شما انجامش بدی. اگه با نوشتن روی کاغذ راحت تری، تو دفتر راحت تری انجامش بده. اگه نه این ابزارها اینطوری هست، ابزار زیاد هست که میتونه کمک بکنه. مهمترین چیزی که ما اول بپذیریم چرا باید این کار رو انجام بدیم و بالاخره یه راهی که با روحیات ما سازگاری داشته باشه رو بر خودمون پیدا بکنیم. همین. امیدوارم روزهای خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم هممون، برای من، برای شما، برای مردممون، برای کشورمون، و اتفاقای خیلی خوبی پیش رو باشه. فعلا خداحافظ.